بریم سراغ شب یلدا. چطورید بچه‌ها؟ من علیرضا هستم. خوش اومدید به معما خونه. امروز قراره بریم سراغ طرح معمای شب یلدا و بعدش این معما رو با هم دیگه حل بکنیم. قبل از اینکه بریم سراغ طرح این سال، امیدوارم یلدای همتون مبارک باشه و کلی لذت ببرید کنار خانواده‌هاتون. توی معمای شب یلدا به ما 8 انار داده شده که از این 8 انار 7 تا از این انارها وزن‌های یکسانی دارن و یکی از اونها وزنش متفاوت با بقیه است. یک ترازوی 2 کفه به ما دادن و به ما گفتن که با 2 مرتبه عمل وزن کردن بفهمیم که اون اناری که از بقیه سبک‌تره کدوم یکی از اینهاست. امیدوارم قبل از اینکه حل این معما رو ببینید چند لحظه‌ای راجع به این معما فکر کرده باشید و سعی کرده باشید که به جوابش برسید. بریم ببینیم این معما رو چجوری باید حل بکنیم. برای اینکه این معما رو حل بکنید کافیه شما انارهاتون رو دسته‌بندی کنید. 2 تا دسته ستایی و 1 دسته دوتایی. حالا میایم 2 تا دسته ستایی رو برمی‌دارین، هر کدوم رو توی یک از کفه‌های ترازو قرار میدید. وقتی که این کارو کردین 2 حالت ایجاد میشه. تا الان یه بار وزن کردن خودتون استفاده کردید. یا یکی از کفه‌های ترازو بالاتر از دیگری قرار میگیره، نشون میده اون انار سبکه تو اون کفه ترازویی که بالاتره، یا اینکه اون 2 تا کفه ترازو یکسان خواهند بود. اگه 2 تا کفه ترازو یکسان بود نشون میده که اصلا انار سبکه تو اون دسته دوتایی شما هستش. پس اون 2 تا انار رو برمی‌داری وزن می‌کنیم، اون ترازویی که بالاتر قرار گرفت کفش اون میشه انار سبکه ما و اینطوری انتخابش می‌کنی. یا توی این حالتی که 2 تا دسته ستایی رو گذاشتید توی کفه ترازو، یکی از دسته‌ها بالاست. وقتی که بالا شما برمی‌دارید این دسته ستایی رو می‌ذارید کنار، 2 تاشو برمی‌دارید می‌ذارید توی کفه ترازو، یعنی دومین مرتبه وزن کردن خودتون رو دارین انجام میدید. اگه کفه‌ها مساوی بودن اون اناری که گذاشته بودید بیرون انار سبکه شماست. اگه یکشون بالاتر قرار گرفت پس نشون میده اون کفه‌ای که بالا رفته اون انار سبکه ماست. پس به این شیوه میتونید با 2 مرتبه وزن کردن تشخیص بدین کدوم یک از انارهای شب یلدای ما از بقیه سبکتره. امیدوارم که شما هم تونسته باشید حل کرده باشید. حتما ما رو به دوستان خودتون معرفی بکنید، لایک و کامنت فراموش نشه. اگه از این صف ویدیو خوشتون اومد حتما ما رو حمایت بکنید. شب یلدای خوشی داشته باشید کنار خانواده‌های خودتون.